از همون اول همه چیز جلوی چشامون بود. همه چیز که نه، اما بخش زیادیش. با اینکه خیلی‌ها ویدیوی آرمیتا گراوند که از خبرگزاری حکومتی پخش شده بود رو بارها تحلیل کردند و به تناقض‌هاش به درستی اشاره کرده بودند، اما هیچ کدوممون نتونستیم اون لحظه‌ای که برخورد کلامی یا برخورد فیزیکی با آرمیتا اتفاق می‌افته رو ببینیم. چون جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده بود که اون لحظات رو از چشم ما پنهان کنه. اون لحظه دقیقاً اینجا اتفاق می‌افته. اینجا. ماجرا از اینجا شروع شد که روز یکشنبه خبری منتشر شد که دختر بچه دبیرستانی توی مترو به دلیل نداشتن مقنعه باهاش برخورد میشه، بیهوش میشه و به بیمارستان منتقل میشه. خبر دوم که خبر عجیب‌تری بود، این بود که خبرنگار خبرگزاری شرق، خانم مریم لطفی که برای تحقیق در مورد این خبر به بیمارستان رفته بودند، بازداشت شدند. در حالی که ما هنوز اسم این دختر رو نمیدونستیم، خبرگزاری جمهوری اسلامی ویدیویی پخش کرد و بدون اشاره به اسم آرمیتا گراوند، تمام اخبار و مخصوصا برخورد حجاببان‌ها با این دانش آموز رو تکذیب کرد. توی فیلم ها هیچ نوع درگیری لفظی فیزیکی بین سایر مسافران و حتی عوامل ما هیچ چیزی وجود نداره و به هیچ عنوان همچین چیزی ثبت و ضبط نشده. و همزمان اکانت‌های حکومتی در شبکه‌های اجتماعی این خبر رو منتشر کردن که حادثه‌ای که برای این دانش آموز اتفاق افتاده به دلیل افت فشار یا افت قند خون بوده و صبحونه خوردن قبل از مدرسه باید اجباری بشه. اولین بار سازمان حقوق بشری هنگا بود که ما را از اسم آرمیتا گراوند آگاه کرد. کمی بعد عکس آرمیتا در حالی که روی تخت بیمارستان بود، لوله تنفسی داشت و روی سرش هم پانسمانی قرار داشت منتشر شد. عکسی که خبرهای قبلی هنگا، یعنی در کما بودن آرمیتا و آسیب فیزیکی به سرش رو تایید می‌کرد. توی چند روزی که از حادثه گذشت، جمهوری اسلامی با انواع و اقسام خبرها و ویدیوها و مصاحبه‌هایی که درست کرده بود، تمام تلاشش رو کرد تا ما مردم رو دروغگو نشون بده. درست مثل چند روز بعد از ساقط کردن هواپیمای اوکراینی. ویدیوهایی که خبرگزاری‌های حکومتی جمهوری اسلامی منتشر کردند پر از تناقض بود، پر از دقیقه‌های حذف شده، مصاحبه‌های کات شده، صداهای وصله و پینه شده، پر از دروغ، پر از انکار. از فیلم دوربین مداربسته داخل واگن در لحظه حادثه خبری نبود، چون ادعا می‌شد واگن‌های سری 100 دوربین ندارن. اما دوربین داخل واگن تنها دوربینی نبود که حقیقت رو نشون میداد. اولین ویدیویی که از مترو منتشر شد خیلی کوتاه بود و فقط لحظه حادثه و اومدن اورژانس رو نشون میداد. ویدیو دوم اما کامل‌تر بود و در اون ادعا می‌شد که تمام تصاویر از ورود آرمیتا به مترو تا لحظه حادثه رو نشون میده. ادعایی که میدونیم درست نبود. این ویدیو رو با استفاده از هوش مصنوعی و ابزاری که ویدیو کلورایزر کلاب نام داره تونستم کمی رنگی کنم. اما به دلیل اینکه ویدیو دستکاری شده بود، رنگامیزی‌ها به طور تمام و کمال انجام نشدن. اما همین یک کم رنگی شدن ویدیو به ما کمک میکنه تا به جزئیات بیشتری بتونیم توجه کنیم. توی ویدیوی مربوط به سکوی مقابل، آرمیتا و دوستاش اینجا رو صندلی نشستن. این خانم با مانتوی سفید رنگ میرسه و به سمت آینه راننده مترو میره و اونجا شروع میکنه به آرایش کردن. اما وقتی مترو دوم میرسه و دوربین عوض میشه، خبری از این خانم نیست. دقیقاً همینجاست که اون اتفاق میفته. همینجا. متوجه شدین؟ به این افراد نگاه کنید. 3 نفر از این افراد در حال نگاه کردن به این سمت هستن. انگار که اتفاقی افتاده. یکی از این افراد در حال پیاده شدنه که طبیعیه. اما 2 نفر دیگه که میخوان سوار بشن چرا دارن به سمت مخالف نگاه میکنن؟ درست پشت این تابلو فردی چادری در حال تذکر دادن یا برخورد با آرمیتا و دوستاشه. و حالا اینجا رو نگاه کنید. انگار که فرد محجبه دوم با دست به فرد اول اشاره میکنه. انگار داره میگه بیا بریم، ولشون کن، بیا بریم. دیدید؟ حتی وقتی آرمیتا و دوستاش وارد کادر تصویر میشن، انگار دارن به سمت اون خانم نگاه میکنن که ببینن آیا وارد واگن مترو میشه یا نه. خانم محجبه سومی هم که اینجا هست توجهش جلب شده، ولی قبل از آرمیتا و دوستاش وارد واگن میشه. اینجا هنوز مترو اول نیومده. این خانم نگاه کنید. این خانم میاد و اینجا یه دور میزنه و وای میسته. درست قبل از اینکه مترو اول برسه، یک خانم دیگه میاد و کنارش وای میسته. مترو میرسه و حرکت میکنه، اما این 2 خانم چادری توی ایستگاه میمونن. خانم سومی هم میرسه و روی نزدیکترین صندلی به در آخر مترو میشینه. خانم مانتو سفیدم که یادتون میاد، اینجا از دور میاد و شروع میکنه به آرایش کردن. بعد که آرایشش تموم میشه، به سمت دیگه حرکت میکنه و درست همون موقع مترو دوم میرسه. این بار وقتی که دوربین عوض میشه، ما صحنه‌های بیشتری داریم. اینجا رو نگاه کنید. خانم مانتو سفید داره به اون سمت حرکت میکنه. وقتی که مترو میرسه، 2 خانم چادری به سمت واگن بانوان حرکت میکنن و جلوی در مترو میایستن. بعد یکیشون به سمت آرمیتا و دوستاش حرکت میکنه. همزمان باز می‌بینیم که توجه بقیه به این اتفاق جلب میشه. بعد خانم ارشادگر بعد از اینکه همراه محجبش صداش میزنه، سوار مترو میشن. خانم چادری سوم تمامی این اتفاقات رو لحظه به لحظه نگاه میکنه و درست قبل از سوار شدن آرمیتا و دوستاش سوار مترو میشه. و بعد بقیه‌شو هممون میدونیم. حالا سوالایی که پیش میان اینن که آیا برخوردی فیزیکی پشت این تابلو با آرمیتا و دوستاش رخ داده؟
آیا دو شخص محجبه که وارد واگن مترو میشن کسایی هستن که آرمیتا رو از در دیگه به بیرون هل میدن؟ آیا این شخص سومه که نظاره‌گر تمامی اتفاقات بوده و آتش به اختیار وارد میشه و آرمیتا رو هل میده؟ و آیا یه شخص چهارم دیگه‌ای بوده که با رسیدن مترو و سوار شدن آرمیتا و دوستاش با اونها برخورد میکنه؟ جمهوری اسلامی به ما گفته که توی واگن دوربینی وجود نداره، اما توی هر ایستگاه مترو ده‌ها دوربین مداربسته وجود داره. ویدیوی مسعود درستی، مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو که همین الان دروغش رو برملا کردیم رو ببینید. به تصاویر پشتش نگاه کنید. این تصاویر مربوط به ایستگاه شهدا نیستن، اما میتونید حدس بزنید که در هر ایستگاه مترو چند دوربین مداربسته وجود داره که از زوایای مختلف تمامی سکوهای مترو رو پوشش میدن. اما تمام تصاویری که تا الان منتشر شده تصاویر دو دوربینه که علاوه بر اینکه کیفیتشون پایین آورده شده و تصاویرشون دستکاری شده، یکیشون کاملا پشت تابلو و آینه قرار داره. قبل از اینکه بهتون نشون بدم که اون ضرب المثل قدیمی درسته و مجرم همیشه به صحنه جرم برمیگرده، میخوام یه ویدیو دیگه رو بهتون نشون بدم که بهش کمتر توجه شده. در این ویدیو از خبرگزاری 2030 بخشی از مکالمه تلفنی یکی از کارکنان مترو با اورژانس تهران منتشر شده. تصمیم گرفتم فایل صوتی این مکالمه رو هم بررسی کنم. قبل از اینکه مکالمه رو براتون پخش کنم، خواستم به این نکته توجه کنید که موج‌های صدا فرم‌های مختلفی دارن. مثلا این نوع از موج‌ها مربوط به مکالمه هستن. نوع موج مستطیلی شکلی که اینجا می‌بینید صدای یک بوقه. از روی اشکال موج‌ها میشه دستکاری شدنشون رو متوجه شد. بیاین با هم دیگه صدا رو گوش بدیم و به شکل موج‌ها توجه کنید. مشاورم بفرمایید. خانم سلام، خسته نباشید. سلام عزیزم، بفرمایید جانم. من پرسنل مترو شهید شهدا هستم، مترو شهدا. بله چرا؟ یه مسافر خانم داریم، اومده داخل قطار سوار بشه، الان حالت بیهوش رو زمین افتاده. اگه دقت کرده باشید متوجه میشید که موج‌های مربوط به مکالمه انسان تقریباً لیمویی شکل هستند. اما در این فایل صوتی در چندین قسمت این موج‌ها کاملاً شکسته شدن و اون حالت لیموییشون رو از دست دادن. مثل لیموهای بریده شده هستند. مثلا اینجا شهدا هستم، مترو شهدا. بله. یا اینجا اومده داخل قطار سوار بشه. این جاها دقیقاً جاهایی هستند که کارمند مترو داره به اپراتور اورژانس توضیح میده که چه اتفاقی افتاده. آیا وصله و پینه کردن این فایل صوتی به این دلیل نیستش که میخواستن حقیقتی رو پنهان کنن؟ و حالا بریم سراغ مجرمانی که به صحنه جرم برمیگردن. طبق گزارش روزنامه گاردین و صحبت با یک شاهد عینی، شخصی که آرمیتا رو هل داده هنگام سوار کردن آرمیتا به آمبولانس در اطراف آمبولانس حضور داشته. طبق گزارش ایران وایر و بر اساس صحبت با یک شاهد عینی دیگه، فردی که آرمیتا رو هل داده توی مترو مونده، کمی غر زده و بعد پیاده شده. این دوگانگی در روایت باعث زیر سوال بردن صحت گزارش‌ها توسط اکانت‌های طرفدار حکومت شده. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که تک تک ثانیه‌هایی که ما به این کلیپ نگاه می‌کردیم و آرزو می‌کردیم علائمی حیاتی از آرمیتا ببینیم، مجرمین به صحنه جرم برگشته بودن. سکوی مقابل رو نگاه کنید. 3 نفر ایستادن. به نظر میرسه یکی از اونا داره کل قضیه رو برای نفر دوم تعریف میکنه و درست همون لحظه نفر سوم متوجه دوربین مداربسته میشه و دوربین مداربسته رو به 2 نفر دیگه نشون میده. وقتی که پزشکان اورژانس آرمیتا رو از مترو خارج میکنن، شخص سوم که پوششی شبیه پوششی که شاهد عینی ایران وایر توصیف کرده بود داره و به نظر خیلی مضطرب میرسه، به دنبالشون از سمت دیگه از مترو خارج میشه. پس هر دو روایت درست هستن. ضاربین آرمیتا به ایستگاه بعد رفتن، پیاده شدن و به محل جرم برگشتن و از سکوی مقابل کودکی که احیا میشد رو تماشا کردن. ما همچنان سوالهای زیادی داریم. چرا توی عصر تکنولوژی یک عکس، یک خبر از آرمیتا از طریق اعضای خانواده‌اش بیرون نمیاد؟ چرا خبرنگار بازداشت شده؟ چرا جو بیمارستان امنیتی شده؟ چرا مادر آرمیتا بازداشت شده؟ چرا دوستهای آرمیتا روز اول چند ساعت بازداشت شدن؟ چرا تصاویر درست و با کیفیتی از دوربین‌های مترو بیرون نمیاد؟ چرا همکلاسی‌ها و هممدرسه‌های آرمیتا تهدید شدن؟ و چرا وقتی اورژانس داره آرمیتا رو روی برانکارد از مترو خارج میکنه، یک مأمور امنیتی اونا رو همراهی میکنه که اینجا یک رهگذر کنجکاو رو هل میده؟ ما جواب این سوالها رو نمیدونیم، اما میدونیم که جمهوری اسلامی دروغگوه. میدونیم که مهسا ژینا امینی در اسارت جمهوری اسلامی جونش رو از دست داده. میدونیم که برای اثبات نکشتن مهسا امینی بیش از 500 نفر دیگه کودک و بزرگسال کشته شدن و میدونیم که یک کودک در کماست و در حالی که ضارب بی‌وجدانش با خیال راحت به زندگیش ادامه میده، اون کودک داره برای دوباره زندگی کردن میجنگه. ما نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم. زن، زندگی، آزادی.